مقایسه قیمت طلا در کشورهای مختلف با 1,000,000 واحد از پول هر کشور تقریباً چقدر طلای 18 عیار میشه خرید؟ ایران 1,000,000 ریال 15,000 گرم طلای 18 عیار، عراق 1,000,000 دینار تقریباً 9 گرم طلای 18 عیار، ژاپن 1,000,000 ین 85 گرم طلای 18 عیار، ترکیه 1,000,000 لیر تقریباً 320 گرم، عربستان 1,000,000 ریال سعودی تقریباً 3 کیلو و 300 گرم، امارات متحده عربی 1,000,000 درهم 3 کیلو و 400 گرم، کانادا با 1,000,000 دلار کانادا تقریباً 9 کیلوگرم، ایالات متحده 1,000,000 دلار تقریباً 12.5 کیلوگرم، فرانسه و آلمان 1,000,000 یورو تقریباً 14 کیلو و 100 گرم و کویت 1,000,000 دینار 40 کیلو و 700 گرم طلای 18 عیار. این مقایسه نشون میده که قدرت خرید ارزهای مختلف در برابر طلا چقدره و اینکه اندازه اقتصادی کشورها و رشد اقتصادی اونها لزوماً با رتبه ارزش پول ملیشون یکی نیست. من احسان عبادی هستم. اگه به اقتصاد، سرمایه‌گذاری و بیزنس علاقه‌مندید با من همراه باشید.